همین دلار، امروز دلار هم میدانیم همه ما و شما که در روی دنیا دوره‌های شوروی در پول سوویتی از همه به آب رو بود. امروز در دنیا پول به آب رو گوییم دلار است. در همین دلار چی نویسانده شده است؟ دولت امریکا، دولتی که امروز گویم پیشرفتش از همه دولت ها گذشته است، تمام تکنیک های روی دنیا را کشفیات دارد، دولتی پیشرفته، اقتصادش با قوت در تمام دنیا امروز راهبر است. همین پول دلار در پس نویسندگی است این گاد وی توریست. این در می شود گادش خداست، وی شکل مایان است در انگلیسی. مایان در وجود خدا باوری داره. در پشت دلار کلان کلان نویسنده شده است ما در وجود خدا باوری داریم. اون که عالم ها با معلم هاش باور کردن، همین تو باور نکردی میلش آخی. آی دانشجوها غمگین شدن، من به خدا قسم پروایی ندارم. برای چی؟ برای که پروردگار گفت و من کفر فإن الله غنی حمید. اگر روی دنیا که کافر شود ای بنده های خدا ترس، پروا نکنین، خدا دوزخ دارد، عذاب دارد.